جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بهترین شخص کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد کدام زنها بهتر است؟ فرمودند آنی که شوهرش را شادمان سازد وقتی که به او نگاه کند و فرمانبرداری نماید وقتی که او را امر کند و در نفسش و مالش به آن صورتی که شوهرش نمیپسندد مخالفت نکند. روایت امام نسائی و بیهقی. برای سزاوار شدن به عنوان بهترین زنها در بین زنهای امت باید هر یک خانم مسلمان کوشش نماید که در برابر شوهرش حالتهای در بالا ذکر شده را رعایت کند. صورت و سیرت خود را برای شوهرش طوری سازد که با برابر دیدن چشمانش درخشان و خوشحال گردد. دائما در اطاعت شوهرش باشد و هیچگاه خواهش او را بدون عذر شرعی رد ننماید. بله خواهران و مادران عزیزم، خوشبختی هر یک عائله وابسته از شماست، وابسته از چهره روی شماست، وابسته از لب خندان شماست، وابسته از سخنان شیرین شماست، چون شما می توانید با این سخنهای نرم، با این سخنهای جالب خود شوهر خود را خرسند و خوشحال گردانید. گرچند که در این حیات او با مشقت زندگی می کند، ولی لبخند شما، دیدار شما، حسن شما می تواند شوهر را دلگرم و سرگرم گرداند. به همین خاطر خوشبختی عائله در دست هر یکی شماست. پس با سخنان، با رفتار، با لبخند عائله خود را خوشبخت گردانید. و سلام بر آن خواهرانی که راه هدایت را پیش گرفتند.